بینندگان گرامی، درود و پیام. برنامه نوبتی کوشونه رو آغاز می‌نماییم و اگر در خاطر داشته باشید در یکی از برنامه‌های ما کدبانو تخمینه جان اشتراک کرده یک نمود شیرینی رو با نام پاولوا تیار کرده بودند و وعده دادند که در یکی از برنامه‌ها باز اشتراک کرده یک نمود تورتی را برای شما پیشکش می‌کنند. برای همین ما امروز به برنامه کدبانو تخمینه را تکلیف کردیم تا اینکه طرزی تیار کردن چنین تورت رو به شما نشان دهیم. تخمینه جان خوش آمدید به برنامه ما به نهایت خرسند هستیم که به وعدهتان وفا کردید و امروز به مخلصان طرزی تیار کردن چنین تورت را نشان میدید. بگویید که این تورت نام دارد؟ بله، این تورت تورتی آمریکایی می باشد. نام این تورت تورتی وپیپای است. بینندگان گرامی، برنامه ما را با دقت تماشا کنید. این تورتی که حالا تخمینه جان برای شما تیار میکند تورت نادر است، تورتی آمریکایی است که در برنامه ما نبود. بگویید اون موادی که ما در این تورت استفاده میبریم به مخلصان پیشکش کنیم. بله. برای خمیرش، برای بیسکویت برای ما لازم میآید 2 تا تخم، خوکای کاکائو، شکر، ماسکا، ارد، آب، شیر، مواد کاوا کننده. برای کремش باشد پنیر فلگی، ماسکارپونه پنیر، قایماق، خوکای شکر لازم میآید. برای آرو دادنش باشد با ما شکلات در کار و کلفینای. همه موادی که برای خمیر آماده کردیم چینک خود را دارد. برای همین در وقت تیار کردن همین خمیر من هر یک تاش را گرمش را گفته میگویم. چینکش را میگویم. اول ما از ماسکا سر میکنیم. ماسکا، روغن ماسکا در اینجا 180 گرم. 180 گرم ماسکا رو میاندازیم. پیشکی از یخدان باید روغن ماسکا رو بروریم تا اینکه ملایم شود و کار کردن آسان‌تر باشد. اکنون شکر رو میاندازیم 300 گرم و آن رو لط میزنیم. تخمینه تو کدوم وقت لط میزنید؟ تو آن دانی سفید شدن. تو سفید شدن است. رنگش کمی دیگر شد، سفید شد. رنگش سفید شد. اکنون یک تا تخم رو انداخته لط میزنیم. هم زردی و هم سفیدیش رو یک کرد. اکنون دویمش را اینجا تنها 2 دانه تخم استفاده میبریم. وقتی که تخم آمیخته شد او رنگی کرم رو میگیرد. شما میبینید نمودی کرم. اکنون در درون این شیر رو میاندازیم. ما اینجا ارد مکولی رو استفاده ایم. تخمینه جان بهترین ارد در واقع گفتنی هستم که برنامه امروزه ما تحت سرپرستی مکولی تهیه و پیشکش کرده می شود. اول ارد رو میاندازیم. باز لط میدهیم یا کاکائو باز هم همش رو یک جای میاندازیم. ارد چند قدر اینجا بود؟ در اینجا ارد 315 گرم. 315 گرم. 320 گرم نه، 316 18 نه، 315 گرم. بعد از ارد رو انداختن ما محلول کاوا کننده رو میاندازیم. 1.5 قاشق کلان. 1.5 قاشق کلان. اکنون خوکای کاکائو رو میاندازیم.
یعنی کاکائو چند؟ 80 گرم کاکائو. همش رو لط میزنیم. این خمیر برای بیسکویت تیار کرده استودیم. طرز تیار کردن بیسکویت این تورت تماما از اون بیسکویت هایی که ما برای مخلصان نشان میدهیم تماما فرق دارد. تیار شد. از سببی که خمیر غوص‌تر می آید برای همین ما باید 70 گرم آب خنک اندازیم. آب خنک رو می اندازیم و باز لط می زنیم. خمیر ما تیار شد. یعنی پورا آمیخته شده. بینندگان گرامی اگر اهمیت داده باشید تمام محصولاتی که اینجا تخمینه بانو استفاده بردن با چینک خود را دارد. همطوری؟ بله. آمیخته میکنیم. من خمیرمون تیار. خمیر تیار شد. بیسکویتمون تیار شد. من اکنون در کاغذ مخصوص صورتی گرد شکل رو میکشیم و همین رو در همین جا درست میکنیم. ما باید 4 تا بیسکویت حجما یخیلا پزیم. برای همین این رو به 4 قسم تقسیم کرده گرد شکل میکشیم، یخیلا میکشیم و با قالب مخصوص اون رو خمیر رو گرفته انداخته هر یک تای ورق رو پر میکنیم همون گرد شکل رو. با ورق نمی‌رسید یا با قالب مخصوص؟ با قالب مخصوص نه، با قالب مخصوص ما اون رو من خیلی میکشیم. باید بیسکویت ما یخیلا شود. شکلان یخیلا باشد. یعنی دوره شکل کشیدی و ورق رو چپا گردانیده در روی لاری تفدان میمانیم و خمیر رو میریزیم. از سببی که این توب میخورد کمتر از همین خمیر میگیریم میچسبونیم. اینم یک مصلحت برای اونهایی که مثلا نمیدونن. من خودم باری نخست دیدم. من اکنون با خلطچه مخصوص میگیریم. با خلطچه مخصوص. همین گرده رو پر میکنیم با خمیر. اول انا میخیل گردش رو با خمیر پر میکنیم. یک قبطی تورت میشود. این رو باید پزیم. این رو در درجه 200 تگو بالا در گرونده. مرحمت. گروندید شما؟ تگو بالاشو گروندید. در طول چند دقیقه تیار میشه؟ 10 دقیقه تیار میشود. با همین طرز ما 4 تا دیگر 4 تا کورس میپزیم. بیسکویت که خنک شد ما آن رو بر روی ورق مخصوص میمونیم. باز نمودش زیباتر میشود. بیسکویت های ما تیار شد. 4 دانه بیسکویت. خمیر زیادتی رو گرفته منم خیلی کلچه تیار میکنیم برای آرایش. برای آرایشش. خیلی خوب. من 4 دانه بیسکویت تیار شد.
حرارت میکسر باید بلند نباشد. تا سخت شدنش تا سخت شدن قیماق لذت داد. بعد از اون که آمیخته شد در درونش پنیر مسکرپونه رو میاندازیم. وقتی که کرم پورا آمیخته شد آن رو گرفته به خلطچه مخصوص انداخته با کار شروع میکنیم. یعنی تورت تیار میکنیم ها؟ اناکنون من میتوانم این رو من اینجا گذارم. اناکنون با کرم رو میدهیم. این کرم رو ما با فالا و قیماق تیار کردیم. کرمش به نهایت عجایب است. شما گفتید که بسیار بامزه هم هست. با آرایش تورت سر میکنیم. شروع میکنیم. و خود میکشد. کرم از کرم فرق دارد. اون کریمی که حالا شما کردید تماما از اون کرم هایی که مثلا ما در تورت تیار میکنیم فرقیتش زمین و آسمان است. چون که در اونجا ما روغن مسکر رو استفاده میبریم و شیر قیام کرده شده رو که این بسیار خوردن اون چخیل میگن بسیار وزبین است. ولیکن در تابستان خوب میشد که بیشتر کدبان ها چنین کرم رو تیار کنند از فالا و از قیماق. قیماق کم روغن باشد. 33% داشته باشد. من هم خیلی دویم بیسکویت رو ما جایگیر میکنیم. انا اینجاش عجایب. بعضی فکر میکنن که این چونه این کرم باشد میو مثلا دیگر چیز باشد. باور کنید وقتی که من همین تورت رو یکم بار کردم پسرچم در گیردم تاب خورده میگفت اوچه جان این تورتتون بینش به خرود می خیال کرد که این خرود باشد. عجایب است بله. انا کنون دویمش رو با آن همین طور پر میکنیم. به نهایت تورت عجایبه بینندگان گرامی. البته شاید نه همه شما فرصت دارید وقت دارید چنین تورت رو تیار کنید در خانه، ولیکن شما می توانید شیرینی های معقولی رو دسترس کنید از تمام مغازه های جمهوری ما که بهترین شیرینیواری هایی که امروز در مغازه ها به فروش مانده‌اند. اینجا میچخیلی که میبینید وافلی، پیچینی یعنی کلچه قندهای عجایب، قندهای بی نهایت طعمش خوب رو مرحمت دسترس کنید. من اکنون با شروع میکنیم با کلچه قندچه ها. همون کرم رو باز هم خیلی خوب بچه میکنیم در مابینش و آن رو من هم خیلی زیر میکنیم. برای چی نام این تورت ووپیپای است؟ برای اینکه انام خیلی کلچه قندهای ووپیپای تیار کرده در بالای تورت میمونیم. شکلات رو با شیر آب کردیم و در روی کلچه قندها میمونیم.
این با فانتزی هر یک کدوم وابستگی دارد. بله میتوانند با مالوینجان او دهند، میتوانند با کدوم نمودی اگر کدوم مثلا که میوه رو داشته باشند در خانه میتوانند با همون میوه او رو دهند. بله تهیار شده. آفرین. تخمینه جان باور کنید از این تورتی که شما امروز تهیار کردید، نه اینکه من فکر میکنم تمام مخلصانی که امروز برنامه ما رو تماشا کردن برای خود سوده میگیرن، با شوق و ذوق تماشا کردن. من باوری دارم که اون خزینه برنامه هایی که ما داشتیم با دو نمود شیرینی شما باز هم بای و رنگین شدن. تشکر، میندار هستیم دستتون درد رو نبیند و اون زحمت هایی که شما امروز کشیدید از نام سرپرستی برنامه مکولی میخواهیم این تحفه رو برایتون تقدیم کنیم. مرحمت، سلامت باشید. بینندگان گرامی، در همینجا به برنامه خاتمه میبخشیم. به همه شما سربلندی و خانه آبادی تمنا داریم و هفته آینده چون هر وقت در همین وقت و ساعت ما تهیه‌گران برنامه هر یک شما را انتظار هستیم. خوش باشید.